حضرت وهبی بن منبه گفته بودن که درباره بی‌وفایی دنیا خرج عیسی علیه السلام ذات یوم مع اصحابه. حضرت عیسی همراه با شاگرداش، حواریین شاگرده حضرت عیسی. ای ترس یهودا همیشه از شهر بیرون میگشتن، بیابانا از اینجا به اونجا، از اونجا به اونجا. فلما ارتفع النهار مروا بزرع قد افرک. روز شد، آفتاب بلند شد، نمازاشو میخواندن. گذاشتن یک زراعتگاه، گندم چی بودن خوش شده، همش خاک شده، زمین درخته. فقالوا یا نبی الله انا جیاع. حواریون گفتن پیغمبر خدا ما همون گرسنه هستیم، گشنگی بودیم، از خداوند چی طلب کن برای ما، یا رزق آماده کنن، این بیابان چی میخوریم ما. فاوحى الله تعالی الیه ان اذن لهم فی قوتهم. صاحبان پروردگار حضرت عیسی رو گوگی شاگردات بود دارن در همین زمین چیندن گیرن دانه های غلط دیگر هم قوت شامه چی بود زایده از رویا چین از خوشی چینی کنن بود. فاذن لهم فتفرقوا في الزرع. خیلی گفت که من درای بنام زمین چیزی که در درست میابه دانی غلط دیگه خوشی غلط دیگه گیره گفت بیاره خوریم. یفرکون و یاکلون. خیلی رفتن چیندن تا بکنن به دستان شکل نخوردن گفتن او وقتا هم میخوایدن آسیاب نبون نکنن. فبینما هم كذلك اذ جاء صاحب الزرع. نو خود چینده صاحب که صاحب زمین هم يقول زرعي وعرضي ورثتها من أبي وجدي فبإذن من تأكلون يا هؤلاء. فلا کتاگو این زمینی منه، این از پدرم به من میراث میده، ای بابام میراث میده، شما به اجازتی کی در آمده این داناش چینده خورده استاده، خوشاش چینده خورده استاده. نشناختی حضرت عیسی به پیغمبرها رو نمیشناختن. قال فدعا عيسى ربه أن يبعث جميع من ملكها من لدن آدم إلى تلك الساعة. حضرت عیسی بعد دماغشان سوخت و برای خاطر صاحب زمین کاهش کردن منظم کردن به از خداوند خواست پروردگارا همین قطعه زمینه از اول تا حاضر کی صاحب بود همش پیش من زنده کرد. حضرت عیسی معجزه‌ای زنده کردن آدم داشتن. خدا قرآن دینو میگه از اول تا آخر همین زمین کی صاحب بود پشت به پشت من تا این آمدگی همش کلا بود. فإذا عند كل سنبلة ما شاء الله من رجل وامرأة يقولون أرضنا ورثناها عن آبائنا وأجدادنا. همین پیش هر خوشت یک آدم پیدا شد، یک مرد یک زمان، هر نمود هر کدامش ببین زمین زمین منه و ایش ببین زمین منه من پشت به پشت آمدگی رفتم. این مرده حیرات تلخ کرد این چه بالا بازی کنید چه باشه گفتی. ففر الرجل منهم گرفت پرتاب شده صاحب زمین و کان قد بلغه امر عیسی ولكن لا يعرفه. کشته درباره حضرت عیسی این شنیدنی بود آخی پیغمبری شو مرده زنده کردن شو کیسای مادرزاد صحت کردن شو میدانیست دیگه خوش دیدگی نبود به من نشناختی چی هست. وقتی که حادثه توقیق کرد برگرفت و یاد شما که غیر همین عیساش همین نگفت. گشت آمد فلما رجع قال معذرة الیک یا نبی الله انی لم اعرفک. هزاران توبه کردن گفت پیغمبر خدا میبخشی من شما رو نشناختم سیاست کردم من معذور داره و من بخشی. زرعی و مالی حلال لک. من زمینی من هر چی که من در اینجا دارم در خانم دارم همش برای شما حلال داره که شاگرداتم تقسیم کنید. ایسا قرآن فبکا عیسی علیه السلام حضرت گریه کرده حضرت عیسی فقال ویحک هؤلاء كلهم ورثوها وعمروها ثم ارتحلوا عنها وأنت مرتحل عنها ولاحق به.
ازت بگیری کرده فلانی گفتن ببین من همین پوش به پوش همین زمین صاحب کردن رنگ تو آباد کردن مردن و دیگه کسب کردن وای آباد کردن وای هم وفات کرد دیگه کسب تا هنگو بچم امروز فردای میمونی میسپاری دیگه کس میبری چی لایقه گو برای همین زمین که جنجال کردن برای همین زمین یک خفه کردن لیس لک عرض ولا مال هیچی نمیمونه زمین میمونه نمال همش میر آخر عزت که آخر جانبی گور است راحت که آخر جانبی گور است راحت لحد باشد مخانی خوابگاهت نماند بر کفت از نقدی دون هیچ به زیر خاک بیافتی کفن این ثروتی داری و این بچه بای من نبری بای ملت 37 همه خانه شم موند برفت زمین شم موند و ماشین شم موند همه شه پرتاب زیر خاک حسرتی خواب است بنابر همه گو حضرت عیسی حالش همینه تام فقط اون یکی که برده خدا خوردگو آزارش نتیگو ولما مات الاسكندر قال ارسطاطالس ایها الملك لقد حركتنا بسكونك وقتی که اسکندری رومی وفات کرد ارسطاطالس وزیرش بود معلم بچه‌اش بود فیلسوفی مشهور یونان وقتی که جسد اسکندری رومی رو دید که نمیجمو گب نمیزنه خاموش شد خطاب که ای پادشاه گفت چگونه در زندگی تو ما را به حرکت می در آوردی و لرزه اکنون مرگ تنگو ما را به حرکت دارده یعنی مرگی تو هم برای ما یک عبرت شدیده که فردا پس ما هم رنگی تو از این دنیا می رینیم آخر این دنیا جای فایده تو به همین قدر حیبت تو شجاعت تو عسکر تو پول تو بالت وقتی که من خاموشی هیچ کدامش تو را از مرگ خلاص نکرد ما هم میریم خلاص نمیشیم أخذ أبو العطاهية هذا الحكمة فقال كفى حزنا بدفنك ثم إني نفذت تراب قبرك من يدي وكانت في حياتك لي عظات وأنت اليوم أوعز منك حيا شاعر كيف فلاني برادر دار أكرم ترى در خاک سپاریده ایستاده مرغمی او ما را فرا گرفته است زیرا که ما با دستان بالای تو بسیار بردن ایستاده امروز مثل که در زندگی تو برای ما پند میدادی ما را نصیحت میکردی اکنون جسم بیجان تو تیپی لحدت از وی دیده برای ما پند دهنده است آره رسول اکرم کفا بالموت واعظا موت خودش پند دهنده است من آخر آدم از دیدنی مرده از دیدنی تابوت پند میگیره بسیار بزگونم برادر در 37 برم با کی میدونه پگه نوبتی منه پس فردا نوبتی منه ببین عاقل که عاقل نباشه پند نمیگیره خیال بگیر مرگ برای وی است من نیستم تا بسرش نبیه خبر نمیشه وكانت في حياتك لي عظات وأنت اليوم أوعز منك حيا امروز تو برای من خیلی پندهنده هستی این مرگی تو نمازت مولا میگه که چی سازی سیری نخلستان گذر کن سوی گورستان ببین ای خاک یک دم حال زاری مشتی خاک خود را بسیار کتگی کرده در رستوران ها و طرفخانه نگرد در صنعت سرایان نگرد گاه قبرستان را تابوت ها را تماشا کن تیپه های لحد ویراده و کنشده را تماشا کن که تام یا روز رنگ امنها می بیایی زیر امنها خواب میری با خسته از سعدین یا نقل داره هم بسرد زدم تیشه یک روز بر تل خاک به گوشم رسید ناله دردناک یاد میگه تیپه برامدم که من کدی برای زشتنی اگر لای کنیم بگیش لیزم های منیزی خدای را ده تیپه ها رو زشت کرکتشتیم کادم ها زدم تیشه یک روز بر تل خاک به گوشم رسید ناله دردناک یکی در گوشم از صدای ناله یک شخصی رسید که گویا گریه دارد بگفتا اگر مرد آشی آهسته تر سعده و آسته تر کلند زن این خواب نیست
بگفتا اگر مردی آهسته تر که روی است و موی و بناگوش و سر. این تیپی خواب نیست. این رنگ تو بار زیباها رو رخساره ها شد، رنگ تو بار زیباها رو کاسخانی سر شد، رنگ تو بار خوشروها رو گفت موهای سبز سیاه شد. اکنون با مرور زمان خاک شده سخنه زنگویر اندیشه کن بود. اگر مردی بگفتا اگر مردی آهسته تر که روی است و موی و بناگوش شد. آره هر قبرستان رویم با مرور صدها سال ببینی است بین میره و دو قبرستان همش خاک میشه میره نابود میشه. در اونجا خانه میسازن از خاکی برگشت میسازن کلاه میسازن با پگن نابود ما همین هست. خلاصه همین ها در کجا باشند با امر پروردگار روز قیامت با جمع میشوند با زنده میشوند. مقصد منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. خدا گو من شما را زمین خاکباری اول آفریدم، چند سال مهلت تا دادم 20 سال و 50 سال و 70 سال من نبری آخون باشه اگر 37 سال و فیها نعیدکم بعد این با در همین خاک شما را گشته می‌دارم با جای شما هم خاک هست با مرور زمان پوسیده خاکستر شده نابود شده میره. یا بدبخت در زمان رسول اکرم وقتی که همین گفت شدی میگوید پوسیده خاکستر میره آدم اگه جا دیگه زنده میشه. ذره های خاک شمال هر کجا میبرن طوفانا هر کجا میبرن و به آیه سوره قاف فرزاد قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. خدا گفت ما خوب بدانیم هر ذره خاک شما حجری شما کجا میره با شمال و پراندنش هم کامپیوترهای ما رو ثبت شدی صدای کجایی که شمال برشد اونجا با هم میشه حاضر میبیاریم جمع میکنیم با جسم از ناو پیدا میسازیم. سوره یاسین نکو سوره یاسین در مضرب لنا مثلا و نسی خلقه. یکی از مشرکای قریش پیغمبر خدا را استخوان پوسیده رو دست آورد شکیدن گیری آرد گرفتن گیری استخوان سری آدم بود و چه زنده بشه اولم یرال انسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. این استخوان پیچیده که زنده میکنه که این قدرت دارد. علم اصلی مثل یک در همه که پیش رفته یا استخوان از نو زنده کرده نمیتونه چیزی زنده میکنه. خدا گفته گیده خداوند با پیغمبرش همین آیت این گمراهی کافری بدبخت گوگو این پیدایش خودش فراموش کرده برای ما تمثیل زد ایستاده چگونه این ممکن است گفتن گوشه که قل یحییها الذی انشأها اول مره. همون خدایی که در هیچ جا بود اول مرتبه زنده کرد پیدا کرد همون خدا با دویم بار پیدا میکنه هیچ جا خلاص نمیشی. اما حضرت اسرافیل از آنش در روز قیامت همین بوده یا ایتها العظام النخره یا ایتها اللحوم المتناثره یا ایتها الشعور المتفرقه. ای استخوان‌های هر طرف پراکنده شده پوسیده رفتگی ها، ای گوشت های بوی گرفته و نابود شده رفتگی ها، ای موی سر و ریش چیزهایی که جمع شده همتان برای فصل جدا حکم پروردگار برآورده به هم و هر جمع شدن بگیر. حدیث دخانه تلخ کف میشین را هم میشه تیار میکنه جمع میکنه بسان حضرت اسرافیل میکنه روح دم ماشاءالله زندشان کنه. و وقتی که حتی خاک خستن میگرفتن کافرای منکرای قیامت و چی میگفتن سوره یاسین خدا میگفت چی میگفتن با آیت ایدن و پریدن من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا.
ای وای بر ما، کی ما را از این خاک بیدار کرد؟ کی ما را از این خواب بیدار کرد؟ کی؟ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. و پروردگار میگوید ملائکه های استگاه بگوید این کافرای منکر قیامت بگوید وقتی که گفتن گو هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون، این همون زنده شدنی است که خداوند در قرآن با واسطه پیغمبران و علما شما را خبر داده بود. شما در دنیا دروغش میدانسته، ان همین زنده شدن همین اعتماد. هذا ما وعد الرحمن، خدا وعده کرده بود، خدای مهربان پیشگی حجتاش فرستاده بود که شما حسرتی نشوید، اما قبول نکرده. و صدق المرسلون، پیغمبرای فرستادگیشون راست گفته بودن درباره قیامت و زنده شدن بعدم، اما شما اونها رو دروغ دانسته، تکذیب کرده. همین روزک این روز چه حسرتی میشن بر چی دستاشان میخواین، اما چی فایده دیگر؟ پشیمانی در اینجا میکند سود، ندارد سود بینی آتش و دود. اونجا دیگه پشیمانی فایده ندارد. در اینجا حاضر فرصت داری پشیمانی کن، بازگشتی به خدا کن، از گناهات توبه کن، اینجا فایده دارد. وقتی که روز خدا بیدار کرده در دوزخ رو فرود کرد، دیگه هزار دعای دنیا خدا دیگه قبول به خاطر چند کن. پشیمانی در اینجا میکند سود، ندارد سود بینی آتش و دود. خدا و هممون توفیق بندگی کنه. با ملاخانم بچه شد داشتی جنت که فرزند داشت و همسرش صبر جمیل که اشارهش اویا گریه دارن و ممون دیگه خوردش کنه.